طور به نظر می رسد اونچور کوتوفکرانه منع ایجاب به یک مسئله بین المللی تبدیل یافته مقامات تاجیکستان را در روبروی موج انتقادها از خارج در یک حالت خود دفاعی قرار داده است. در پس منظر این موج انتقادها بنا به خبرهای رسیده ریت‌های ضد حجاب و ریش را در تاجیکستان فعلا منع کردند و اینک چند روز باز در تاجیکستان معرکه گسترده با تبلیغ اینکه منظور قانون قبول شده در اصل منع حجاب نبود جریان دارد. روز جمعه 7 یونیو سال 2024 باشد موضوع خطبه‌های نماز جمعه در تمام مسجدهای تاجیکستان نیز همین بود. تلقین به مردم که هدف مقامات از قبول آن قانون تبلیغ لباس تاجیکی بود نه منع حجاب و انتقاد از طالبان و روحانیان افغان که به دلیل منع حجاب جهاد را به ضد حکومت تاجیکستان فرض دانستند. این همه ماجرا از آن آغاز یافت که گروه‌های گوناگون مذهبی روز 31 مای را روز حجاب و اعتراض به منع آن در تاجیکستان اعلام کردند و روز جمعه گذشته در چندین مسجدها در خارج از جمله در ترکیه و افغانستان روحانیان خطبه نماز را به همین موضوع بخشیده از عملکرد مقامات تاجیکستان با لحن تند انتقاد کردند. چندین روحانی صاحب منبر افغان از جمله احمد فیروز و عبدالقادر حامی در موعظه های خود اعلام کردند که اگر حکومت تاجیکستان از منع حجاب دست نبردارد جهاد علیه آن برای همه فرض می شود. چندین امام ترک نیز روز جمعه گذشته در مسجدها به همین مضمون صحبت کردند، ولی از بس که صحبت‌های احمد فیروز و عبدالقادر حامی به زبان دری بود و برای تماشابین‌هایشان در تاجیکستان نیاز به ترجمه نداشت، محض آنها هدف اساسی تنقیدها از تاجیکستان قرار گرفتند. هدف دیگر انتقاد عبدالحمید خراسانی یک فرمانده طرفدار طالبان از میان تاجیکان پنجشیر بود که او بلافاصله بعد شروع ریدهای ضد حجاب در تاجیکستان تهدید به آغاز جهاد به ضد حکومت تاجیکستان کرده بود. معرکه گسترده با انتقاد از این روحانیان افغان برای دعوتشان به جهاد علیه حکومت تاجیکستان در اول با جلب نیروی فابریکه جواب یک نهاد تبلیغاتی کیا فراموش شده و بیکارخوابیده نزدیک به مقامات امنیتی بر او انداخته شد، ولی در جمعه تاثیر چندان به جا نگذاشت و طوری به نظر می رسد به این دلیل سر از روز 6 ایون توپخانه های وزنین یعنی روحانیان شناخته تاجیک به مثل حاجی میرزا، دامولا عبدالرحیم قزاقانی و دامولا صوبت الله را به این معرکه جلب کردند. این سه روحانی معروف با نشر ویدیوهای علیحده توسط کانال های مربوط به فابریکه جواب از روحانیان افغان و طالبان بولن خیلی تند و گاه حتی با استفاده از الفاظ قبیح انتقاد کردند. چون این به نظر می رسد که سخنرانی های آنها با مقامات امنیتی ظاهرا از پیش هماهنگ شده بود، چون که هر سه تقریبا عین حرفها را می زدند و اعلان جهاد به ضد حکومت تاجیکستان را دعوت با طالبان هماهنگ شده خونده احمد فیروز و عبدالقادر حامی را به خدمت به طالبان ایبدار می کردند و از آنها عین سوالها را می پرسیدند که چرا به ضد رونق گرفتن لیفوتگری و بچه بازی در افغانستان مبارزه نمیبرند، چرا با قاچاق مواد مخدر در کشور خود اعلان جهاد نکردند و حالا با امر طالبان مردم را به جهاد ضد حکومت تاجیکستان دعوت میکنند. همین طرف در تلویزیون تاجیکستان برنامه را با دعوت سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و یکی از تشبسکاران قانون منع حجاب و مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده تشکیل کردند که در آن برنامه نیز تلاش کردند تا به مردم تلقین کنند که منظور مقامات از واردات، فروش، ترغیب لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه، این چنین در جایهای جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها، ولی منع حجاب نبود. تحلیلگران به سمت عموم تغییر در شیوه برخورد مقامات به مسئله از جمله متوقف ساختن ریدها، با وادار کردن زنان و دختران حجاب پوش به بستن تاجیکی، بستن رویمالشان و از منبر تلویزیون شخصا در پیش مردم توجیه کردن تشبسشان از سوی مؤلفان این اونچور را قدم‌های مثبت می‌شمارند و میگویند وقت است که این قانون هنوز به اجرا ندرآمده بیکار کرده شود و آنهایی که پرزیدنت و حکومت را با چنین ایده خام و بی‌فکرانه پسته کردند و در یک حالت ناگوار قرار دادند جواب عملشان را بدهند.